این نوع قتل یک قتل عمده، هیچ توجیهی نداره و هیچ مدرکی محرزتر و بزرگتر و واضحتر از این هم وجود نداره که در خود زندان ایشون در واقع از دنیا رفته و کشته شده. آیا نهادی در ایران ما وجود داره که بشه پیگیری کرد این قضایا را یا خیر؟ چون بحث شیعه و سنی است، بحث بلوچ و غیر بلوچ هست. خب طبیعت حال خون بلوچ ها در ایران برای این رژیم هیچ ارزشی نداره، براشون مهم هم نیست. خب بلوچ میکشته شد و اصلا یا اطلاعات معمولا تهدید میکنه که شما مواظب باشید، اعتراض نکنید، رسانه‌ای نکنید. نمیدونم شما به علت فعالیتی که در این زمینه دارید نهادی در خود ایران وجود داره یا نه سیستم کلا ملوک و طوایفی است؟ جناب آقای هاشمی گرامی، من چند نمونه عرض میکنم خدمتتون. شما خودتون مسئله دستتون میاد که آیا در این کشور میشه از طریق قانونی یا از طریق نهادهایی که مربوط به این اصطلاح خودشون نظام هست یا امکان این وجود نداره؟ شما مثلا دقت بفرمایید آقای مولوی یا مولانا احمد نارویی رو که یکی از علمای برجسته اهل سنت بلوچستان بودن، ایشون رو ترور کردن و مولانا عبدالحمید به این مسئله در جلسات اشاره کردن و گفتن که ما برای اینکه این مسئله برای ما محرز هست در این شکی وجود نداره که ایشون ترور شده. اما وقتی که درخواست کردن که شما این مسئله رو مورد پیگیری قرار بدید، ما به نیروهای استان اعتماد نداریم، از تهران نیرو بفرستید. از تهران هیئتی فرستادن، این هیئت اومد و پس از بررسی گفتن همه چی طبیعیه. یا در مورد عرض بکنم خدمت شما 39 نفر از جوانان بلوچ در منطقه شمسر همین سال گذشته توسط نیروهای رژیم سپاه پاسداران ترور شدن، کشته شدن، یعنی سر مرز این سوختبران کشته شدن. هیئت مردم اعتراض کردن، اعتراضات بسیار گسترده شد در سرتاسر بلوچستان، اینترنت رو هم برای چند هفته بستن. هیئت حقیقتیاب فرستادن که توی همین هیئت حقیقتیاب یک نماینده به نام رحیمی وجود داره که نماینده یکی از شهرهای خراسان هست که خودشو اهل سنت میدونه. در یکی از گروه های کلاب هاوس رسما می اومد اینجا این مسئله رو انکار میکرد، میگفت ما رفتیم اونجا همچین اتفاقی اصلا نیفتاده، یکی دو نفر بودن کشته شدن مال پاکستان بودن، اصلا تو بلوچستان کسی نبوده. من اسم همه اینها رو خوندم، گفتم که همین کشته شدن، خانواده‌هاشون موجوده، شما چطور انکار میکنید؟ مسئله این است که شما وقتی میخواید موضوع رو پیگیری بکنید چند دستگاه بیشتر وجود نداره برای پیگیری. یا شما میرید پیش دادگستری که قوه قضاییه که اینا هم خودشون نیروهای امنیتی هستن، متعلق به همین رژیم هستن، یا شما میرید به نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، یا میرید به بالاتر از اون به دفتر علی خامنه‌ای مراجعه میکنید، یا میرید بالاخره پیش رئیس جمهور. همه اینها سر ته یک کرباس هستن. ما به امید به این نداریم که اونها بیان برای ما پیگیری مسئله رو بکنن. ما انتظارمون از مردم هست. ما از مردم انتظار داریم که اجازه ندن که مسئله خاموش بشه و همونطوری که در گذشته مسائل رو خاموش کردن اینو هم خاموش بکنن، بلکه اعتراض بکنن نسبت به این مسئله، خواستار حل این مسئله بشن، خواستار پیگیری این مسئله بشن، پلاکارد بنویسن، جلوی زندان برن تجمع بکنن، جلوی نهادهای رسمی که اونجا موجود هستن برن تجمع بکنن. به ما پاسخ بدید، به جهان پاسخ بدید که چرا این مولوی که به دست شما بود جسدش رو به ما تحویل دادید بعد از یک دو ماه که در دست شما بوده و همین اخیراً هم با تلفنی با خانواده‌اش صحبت کرده، سالم و صحیح بوده، هیچ مریضی و کسالتی هم نداشته و در این مدت هم کسی هم گزارش نداده بود که ایشون کسالت و مریضی داره. چطور شد که شما گفتید که بیاد جسدش رو تحویل بگیرید ببرید؟ یک نفر باید این مسئله رو پاسخ بده و جوابی این مسئله داشته باشه که و این تنها با اعتراضات مردمی، با پیگیری‌های مردمی، با پیگیری‌های رسانه‌ها، با پیگیری‌های بین‌المللی و حقوق بشری ممکن هست. غیر از آن ما امیدی نداریم که رژیم بتونه این مسئله رو جواب شافی و کافی به مردم بده.